محترم الحاج مولا محمدی ساسانی وزیر فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان با هیئت همراه خود به زون جنوب غرب کشور سفر کرد. و در جریان این سفر از شماری از پروژه های ساختمانی و ترمیماتی در ولایت های میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هلمند و فرا بازدید و ارزیابی نمود. وزیر محترم فوایدنامه در جریان این بازدید از پروژه بازسازی اساسی سرک کندهار ارزگان یعنی دهلیز شمال جنوب به طول 50 کیلومتر، پروژه بازسازی اساسی 9.3 کیلومتر سرک سرکاری باغ الا پل خواجه ملک و همچنان از جریان کار سروی و دیزاین 21 کیلومتر لات اول سرک حلقوی یا بایپاس کندهار دیدن کرد. همچنان وی در ادامه این سفر به منظور تسریع جریان کار و تأمین کیفیت بهتر پروژه ها از جریان تطبیق پروژه اعمار اساسی سرک گرشک مساقله به طول 46.5 کیلومتر در دولات، پروژه بازسازی اساسی سرک کندهار هلمند به طول 85 کیلومتر، پروژه بازسازی سرک فرارود به طول 61.25 کیلومتر و پروژه بازسازی سرک ابونصر فراهی یا میل 78 به طول 53 کیلومتر در ولایت فرا بازدید و ارزیابی به عمل آورد. قابل یادآوری است که وزیر محترم فوایدنامه روز پنجشنبه هفته گذشته نیز از پروژه ساخت 5 محراب مسجد در امتداد شارع کابل کندهار بازدید کرده بود. هدف اساسی این سفر ارزیابی میزان پیشرفت کار، نظارت بر کیفیت، رعایت معیارهای تکنیکی، تسریع جریان کار، تکمیل نمودن معیاری و به موقع و بررسی جریان تطبیق پروژه های زیربنایی بوده است. وزیر محترم فوایدنامه در جریان این سفر به مسئولان پروژه ها، انجینیران و تیم های تکنیکی هدایت داده است تا در خصوص تکمیل به موقع پروژه ها، بهبود هماهنگی، تسریع جریان کار و حفظ کیفیت کارها توجه جدی نمایند. نظارت دوامدار از پروژه های زیربنایی سبب می شود تا کار پروژه ها مطابق معیارهای تعیین شده انجام شده و مشکلات موجود به موقع شناسایی و حل گردد. در کل این سفر نشان دهنده توجه ویژه وزیر محترم فوایدنامه به تطبیق معیاری پروژه های زیربنایی، نظارت دوامدار و مدیریت مؤثر آنها بوده.